مرحبا. السلام علیکم جناب عالی، حاضرین گرامی. آمدن شما را به بدخشان خیر و مقدم میگویم. من منیر حبیب، ساکن شهر خارود، به شما دو اطلاع و یک درخواست دارم. اطلاع یکم من این است که در کدام دولتی که برای مثال نفت بسیار است در اوجا بنزین ارزان است، در کدام دولتی که جنگل است در اوجا چوب و تخته ارزان است. در ما آب قریب که ما را میبرد ولی که نرخ برق 18 درم است، 18 درم است و با کارمندان شرکت پامیر انرژی گپ زنا میکنیم. اونا ما را میگن که ما با شما شرطنامه داریم. شرطنامه کلام الله نیست که او را دیگرگون کنیم. وای را با قرب اسرار خارجی از ما میستانند. چند دلار بالا میرود، همین قدر نرخ برق از ما بالا میرود. ما نمیدونیم این به یگان بدبختی آورده میرساند. جناب عالی، این را دیدن لازم است. اطلاع یکم این است. اطلاع دوم من این است که برای مثال به همگان معلوم است فرزندان ما تا به مکتب رفتن. عموما ما پامیر ریایی که هستیم تا به مکتب نرویم زبان تاجیکی نمیدانیم. زبان تاجیکی ندانستن این عیب است. ولی امروز به ما کتابای درسی را ترتیب میدن که آنها به زبان لهجوی هستند و 50% آنها کلمه هایی که در اوجا هستند در لغت نیست و او را به فرزندان خود فهماندن نمیتوانیم. ما او را باید اکادمی علوم و وزارت معارف باید بیند. فرزندان ما نمیتوانند زبان تاجیکی را از خود کنند، لیکن این زبان ملی ماست. درخواست من جناب عالی، من رئیس اساتید ماهی پروران و ماهیگیران ولایت هستم و کلای بدخشان، کلای که ما از اونجا ماهی میگیریم و به مزاجا میرسونیم در مسافه 150-300 کیلومتر از شهر خارود دورند و به ما یک رفریژراتور لازم است که با ماشین با یخدان جازانیده شده که ماهی را به شهر خارود رسانیم. ما باید میقفیم. من اینجا به اول خودتون میدونید که گر راه محکم میشود و محصولاتی که میاریم وای به کلی ویران میشود، نابود میشود. تشکر. با دقت یک ماشین همین رفریژراتور همتون نمیرسونه؟ میرسد. ما این را فکر کردیم، گفتیم که وای سیار کنیم که از کدام نوعی ماهی را آوردنی شوند ما روی میکنیم، از اونجا وای بار میکنن و به مزاجان بدخشان وای خاروق میرسونن. محمد تویش داره رفریژراتور خالدیلینگ داره؟ نداره؟ یک تبیار وای کن اساسیه دا وای کنیتون بعد استفاده برنده بعد با مناپولیست نباشد که همه دیگر رو ماهی پرورا همه استفاده برند یا که یکیش بعد دوشنبه روی میکنن، مرکزی نویا روی میکنن، از جو میارن. درست میگن ماهی تیز ویران میشد. از وقتی کاپیتان تا مرزی اگر به شرطی نباشد تیز ویران میشد. باید 10-15 منوت ویران میشد. سلامت باشید جناب. یک حاضر بیاسته که ویران دادی نرخی برق شهرنامه پامیر انرژی همینجا است. چیکار میکنیم؟ چیکار کنیم؟ به این هم موقع زندگی در کوهستان بسیار سخت و سنگین است. ما این را دیده میبریم. فهمو؟ کجایی که امکانیت باشد میبینیم کمک میکنیم. سلامت باشید. دایر با کتابای درسی وزیر معارف است. درست میگوید. درست میگوید. از کتابای درسی باید در مکتبچه‌ها در خودی مؤسسه‌های چی باید درست کنید. دیگر وای نکنید تحقیق کنید. خب سلامت باشید. پیشنهاد کنید. مرحمت.